BDSM مخفف چه کلماتیه و چه زمانی جزو اختلالات به حساب میاد؟ B مخفف کلمه باندش یعنی بستن و محدود کردن حرکت. D مخفف دیسیپلین یعنی انضباط. S مخفف سابمیشن یعنی کسی که از ایجاد درد در دیگران لذت میبره، به زبان ساده تر سادیست. M مخفف مازوخیسم یعنی کسی که از طریق گرفتن درد لذت میبره. در واقع BDSM یه مجموعی از رفتارها و گرایش ها هستش که مرتبط با قدرته. به زبان ساده تر میشه همون سلطه‌گری و سلطه پذیری. چه زمانی جزو اختلالات حساب میشه؟ زمانی که از طریق اجبار باشه، رضایت یکی از طرفین در میون نباشه و آسیب جدی اون شخص ببینه و ایجاد اشکال در زندگی روزمره طرف بکنه. پس زمانی که رضایت، ایمنی و اعتماد متقابل باشه جزو اختلالات به حساب میاد. این ویدیو جنبه آگاهی دادن داره. خدای نکرده منظوری نیست که ما بخوایم شما رو به این سمت و سو هدایت کنیم. دو کلمه‌ای که در BDSM زیاد به کار برده میشه دام و سابه. دام کسیه که سلطه‌جوه، ساب کسیه که سلطه پذیره و خودش رو تسلیم میکنه. اشتباهی که تازه کارها انجام میدن وقتی میخوان وارد این بازی بشن، فکر میکنن که هیچ محدودیتی ندارن و میتونن هر آزار و آسیبی که دلشون خواست به ساب بزنن، در صورتی که یک دام خوب نقش رهبری رو داره و اتفاقا مسئولیت این رو به عهده داره که آسیب جدی به ساب نزنه. بنابراین کسی که میخواد وارد رابطه سلطه‌گر و سلطه‌جو بشه، اگر گفتش که این رابطه هیچ محدودیتی نداره، بهش شک کنید. احتمالاً اون شخص کنترل تکانه نداره. بنابراین اگر خواستین این بازی رو تجربه کنید، باید قبلش مهارت‌هایی رو یاد بگیرید. قبل از رابطه با همدیگه صحبت بکنین، شفاف مرزها رو مشخص بکنین که ببینین تا چه حد میتونین پیش برین. البته تو این رابطه بعضی از کلمات باید به کار برده نشه، چون که میتونه کلمات محرک باشه که دام نتونه خودش رو کنترل کنه، مثل کلمات مثل نه، بستن. البته دام هم نباید بعضی از کلمات رو به کار ببره، چون ممکنه تداعی در ذهن ساب بشه و جای اینکه مثلا اگر ساب منظورش اینه که حس تحقیر رو تجربه کنه، حس خشم رو تجربه کنه. بنابراین قبل از رابطه ساب باید مشخص کنه که چه حسی رو میخواد از این رابطه تجربه کنه. مثلا که گفت تحقیر، دام میتونه با اقتدار، با کلام اینجوری عنوان کنه که حرکت نکن، بذار من بهت بگم حرکت بعدی چیه، یا بمون تا بهت بگم چیکار کنی. اینی که بعضی فکر میکنن که نقش دام گرفتن یعنی که یه آدم خشنی که هیچ محدودیتی نداره، احتمالاً این اشتباهی هستش که الگو برداری از فیلم های پرن شده، در صورتی که این درست نیستش. نقشی که دام داره واقعا مسئولیت سنگینی داره، چون نباید آسیب جدی به ساب بزنه. بنابراین قبلش با هم که صحبت کنیم، مرزها رو مشخص کنیم، شفاف با هم که باشین. حتی توی کلام هم باید مشخص بشه. مثلا کلمات مثل زرد و سبز و قرمز میتونه استفاده کنین. سبز یعنی ادامه بده، زرد یعنی وایسا بعد ادامه بده، قرمز یعنی استاپ کن، اصلا دیگه ادامه نده. بنابراین وقتی که میخوایم وارد یه بازی بشیم، قبلش باید مهارت رو در مورد اون بازی بدونیم، مرزها رو مشخص کنیم، اعتماد ایجاد بشه، بعد اون بازی رو تجربه کنیم.